سلام آقا، خوش اومدید به این ویدیو. آقا این ترکیب حریفه که اسپانیا رو برداشته، ترکیب خیلی اوکی و قدرت خوبی هم داره. یه ترکیب معمولی، اینم ترکیب فرانسوی منه. برو بریم سراغ بازی. اشتباه در دفاع زیر دوه، پاس به عثمان دمبله، فرصت داره دمبله، ضربه گل اول تقریبا دقیقه 20. بازم توپ در دفاع، گریمالدو، امباپه میره براش توپ گیری امباپه، فرصت خوبیه، زیر دو خالیه و گل دوم. بازی میشه 2-0 دقیقه 23. فرصت بعدی تورام، توپ برای امباپه، اون پاس میده به دمبله و گل بعدی، گل سوم دقیقه 30. حریف نابود شده، پینگ حریف حالا به فنا میره، عثمان دمبله توپو میگیره، حریف هیچ کاری نمیتونه بکنه به خاطر پینگ شوت و اینم گل چهارم. پینگ حریف نابوده. پینگ بچه حریف خیلی نابود بود. اینجا هم دوباره پاس داد به عقب، اصلا نمیتونه کاری بکنه، دکمه رو میزنه ولی کاری نمیتونه انجام بده. بازم عثمان دمبله و گل پنجم که دیگه حریف باید لفت بده. آره لفت داد اینجا و بازی همینجوری تموم شد.